سلام ایرانی های مقیم پرتغال. امروز با آموزش نحوه تمدید آنلاین کارت اقامت کشور پرتغال در کنار شما هستیم. لطفاً در ابتدا پیج ما رو در یوتیوب سابسکرایب کنید تا با آموزش های بیشتر در کنارتون باشیم. اگر از طریق موبایل اقدام به ثبت نام می‌کنید، ابتدا وارد سایت صفر شده و گزینه لاگین رو انتخاب کنید و یا اگر از طریق لپتاپ اقدام می‌کنید، گوشه سمت راست بالا روی گزینه لاگین کلیک کنید. در این قسمت ایمیل و پسوردی که قبلا در سایت صفر رجیستر کردید رو وارد نمایید و در این مرحله گزینه رنوواسیون اتوماتیکا به معنی تمدید اتوماتیک رو انتخاب کنید. تو این مرحله عبارت 9 کاراکتری که مطابق تصویر در گوشه سمت راست کارتتون هستش رو وارد نمایید و در این مرحله با دقت اطلاعاتتون رو چک کنید. و تو این مرحله آدرس به همراه کد پستی که تمایل دارید کارتتون رو دریافت کنید رو وارد نمایید. با انتخاب گزینه یس که به معنای کانفرمیشن نهایی هستش، درخواست شما با موفقیت ثبت میشه. و این تصویر نشون دهنده اینه که درخواست شما با موفقیت ثبت شده. در این مرحله با انتخاب گزینه اوپن پی دی اف میتونید از نحوه پرداخت مطلع بشید. فقط توجه داشته باشید که پرداخت شما پس از 48 ساعت قابل انجامه.